تا معاش آموزگار زیاد نشود سطح تعلیم بالا نمیره. شما تصور کنید که حدی میانه معاش آموزگاران این روزها 1000 سامانی را تشکیل میکند، در حالتی که با 1000 سامانی اگر یک زندگی انسانوار کنم گوید حدی اکثر برای یک هفته میرسد. آغاز معلومات باید با زبان آدمای پیشرفته، آدمای در شهر بودگی و انتخاب کنم باید شوق‌آور درس زرانند که نه با زبان آدمای یاشته همه چیز خوب است. من همین سال داخل شدم، همین معلم‌ها را می‌بینم همش خوب است، همین طلبه‌ها گناهگارن تمام. یعنی که همین طلبه‌ها هستن نمیخونن، بعد معلم‌ها رو گناهگار میکنن. طرف بگیریم همین تلفن‌های موبایلی را به مکتب نبرن بسیار خوب میشود. بسیارتر تعلیم تربیت ما را همین تلفن‌های موبایلی کمک همین مفکورای کودکان را هر خیل بعضی چیزا که در اینترنت نشون میتن تعلیم تربیت فرزندای ما کمک وایش دیسن دیگرگون شدیسن. بسیار متفاوت همین وای شماره طلبه‌ام بسیار دیگه سیمها مایده در یک مکتب در یک صنف پیش همین 25-30 تا میشد. حاضر اکنون از این زیاد است. اکنون همین رو بکنن در کار. قبل داشتم وای فکر نمیکنم که کلان سالن رفته است، کلان سال خمار بودم خوب رفته است. قبل بسیار خیال میکنم از اویلا سر میشود. یک اویلا تربیت خوب نمیتونم. بعد مکتب هم سطح تعلیم پست که ما تربیت خوب نمیتونم. از همین سبب میکنم. یعنی استودنت‌ها معلم یک گناهگار میکنن که اساساً چون گناهگارند در درونی صنف با تلفن موبایلی استفاده میبرن، گوش نمیکنن یا که یگام گپ هم گفتن بدرفتاری میکنن که معلمو دیگه یگون دولت دیگه مگر این برنامه فرزندوم خیلی چیز نگه چی حیات چی خیلی چیکار میکنی میرم وایرون میشه آنگودا ما از خدا را شکر دو فرزند دارم دختران کلونیوس اینا میترسم و با خدا عیب خورا نمیمونم برآمدنش هم مکتب رفت دیگه وایرون میشه.